هر یک مهنتی را پاداش در پی است. کارنمایی های پدران شجاع و دلاور تاجیک که برابر دیگر خلقیت ها برای آزادی بشریت در جنگ بزرگ وطنی مبارزه بردند و با غلبه بزرگ به وطن برگشته در آبادی میهن زحمت کشیدند، بی پاداش نمی ماند. در ناحیه وخش نیز رهبریت ناحیه و مقامات قدرتی آن از روزگار یک تن مرد وطن پرور بابای رازی قاسموی 97 ساله دیدن نمودند. لحظه با این مرد نیکنام صحبت و راسته از حال و روزگارش پرسان شدند. بابای رازی قاسموف ساکن جماعت دهات تاجیک‌آباد ناحیه وخش امروز دولت پیری میراند. هدایتگر فرزندان است در جاده مهنت قرینی و آبادگرایی. با مصلحت و مشورت پدر فرزندان زمین نزد حولیگیشان را پرثمر و عاقلانه استفاده می کنند. این است که امروز در زمین نزد حولیگی این خاندان زراعت مختلف مورد پرورش و نشأونما قرار دارد. رهبریت ناحیه ضمن عیادت یک مقدار مواد غذایی و کمک پولی همچون رمز احترام به این مرد مهنت قرین دسترس نموده او را با 76مین بهار غلبه تبریک گفتند. برایش سلامتی و روزگاری آسوده را در حلقه پیوندان تمنا نمودند. در ناحیه وخش همچنین با ابتکار کمیته اتفاقی کسبه کارمندان ساحه معارف ناحیه 13 نفر جنگاوران بشردوست قدردانی شدند. ضمن ملاقاتی که در شعبه معارف ناحیه با این مردان شجاع وطن دایر گردید، بیشتر اندیشه ها در مورد دوست داشتن وطن، خدمت صادقانه و تربیت نسل نورس در روحیه وطن دوستی خویشتن‌شناسی ملی بیان کرده شد. گفته شد که هر یک زحمت پاداش نیکی خود را داشته، قهرمانی های مردان شجاع وطن، صداقت و خدمت های بی‌نظیر آنها همچون مکتب بزرگ تربیت نسل ها باید استفاده کرده شود. به خصوص در شرایط جهانی شوی تمدن ها، وضع سیاسی جامعه جهانی، قدردانی از شخصیت های با شرف و وطن دوست میهن باعث عبرت نسل امروز می گردد. کمیته اتفاقی کسبه کارمندان ساحه معارف ناحیه وخش نیز با احترام و ارجگذاری به صداقت و مردانگی جنگاوران بشردوست اقدامی به مورد را پیش نموده به جنگاوران بشردوست ناحیه مبلغ پولی همچون کمک دسترس نمودند.